کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم تاجیکستان از محدودیت نو در برگزاری طیهای عروسی و دامادی خبر داد. افشین مقیم سخنگوی کمیته اظهار داشت که این تصمیم در پی سپارش پروتکلی مجلس حکومت تاجیکستان و با مقصد پیشگیری از پنجشنبه بیماری سرایتی کرونا ویروس گرفته می شود. من بعد طیهای دامادی و عروسی در دایره عائله با اشتراک شماره کمترین آدمان برگزار کرده می شود. طبق ترتیب نو شماره حد اکثر اشتراکداران در مراسم طی دامادی و عروسی نباید از 30-40 نفر بیشتر باشد. وابسته به این از جانب کمیته با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های جمهوری برقیه ارسال گردیده است، گفت افشین مقیم. یادرس می‌شیم که ستاد جمهوری جلوگیری از ویروس کرونا تاجیکستان از سال 15 ایونی سال روان دیگر باره به برگزاری طیهای عروسی و دامادی اجازه داده تعداد شرکت‌داران را تا 100 نفر مقرر کرده بود. و حالا توجه نماید به مصاحبه ما با کارمند مسئول بخش دین تنظیم انانه و جشن و مراسم های ملی نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند. من سلطان عبدالحکیم یزدانخیلویچ سرمتخصص بخش دین تنظیم انانه و جشن و مراسم مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند میخواهم با سمع شما برقی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سغد را از 24 ایولی سال 2020 تحت رقم 370 رسانم که با مقصد اجرای بند 6 نسخه از پروتکل مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از 13 ایولی سال 2020 تحت رقم 8 و برقی کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشگیری بیماری کرونا ویروس کووید 19 برگزاری توی معرکه ها در دایره عائله با اشتراک خرج کمتر شماری آدمان مخصوص طیهای دامادی عروسی در حدود 30 تا 40 نفر گذرانده می شود. از این رو از همه معرکه داران خواهش داریم و التماس می نماییم که معرکه های خود را در دایره عائله با اشتراک تعداد زیاده از 30 تا 40 نفر گذرانند. در حالتی رعایت نکردن به طلبات موجوده آنهایی که به این نشاندار رعایت نمیکنند به جوابگیری مأموری کشیده میشوند. بار دیگر از همه شمایان خواهش می‌کنم که طلبات زیر را رعایت نموده معرکه مراسم خود در دوره طلبات قانون جمهوری درباره تنظیم انانه و جشن مراسم و مقررات موجوده اوید به پیشگیری بیماری‌های سرایتی گذرانید.